مثلا یه سری ایده دارین و میخواین اونا رو انجام بدین، بعد خیلی اوقات کمالگرایی نمیذاره. من دقیقاً عکس اون آدمم، یعنی هر ایده‌ای تو سرم میاد لحظه انجامش میدم. بچه‌ت فکر کنی که این خیلی چیز خوبیه، بله چیز خوبی هست، ولی من الان اونقدر کارهام زیاد شده یهو مغزم برن‌اوت شد، جور بشم که این کارا رو انجام بدم. سایت خودم رو کامل باید تغییر بدم. یعنی من پروسه ساخت سایتم 2 ماه طول کشید کنم کل اونو تغییر دادم. مثلا خیلی طولانی باشه ولی من قصد کردم امروز انجامش بدم. اصلا هم نمیخوام بشنم بگین منطقی نیست تو خود. خاطر همین کلی جایزه برای خودم گذاشتم. یکی از اون جایزه ها اینه که ناخونامو برم درست کنم. من 420 تا محصول دارم و انقدر به سرم زده همه رو حذف کنم و از اول بسازم دونه دونه. بعدم میخوام میگم که نه نگاه یه دقیقه فکر کنم. وای اصلا باورم نمیشه دارم این کار میکنم. ترسناکترین قسمت این قضیه اینه که دسته‌بندی ها رو تغییر بدم. حالا معلوم نیست دسته‌بندی رو که تغییر میدی بعضی از محصولا شاید مثلا تو چند تا دسته باشن و مجبوری همه اونا رو از اول درست کنی. ولی اینجا نوشتن چی میخوام. آماده ای؟ یا خیلی کار احمقانه‌ای کردم یا خیلی کار درستی کردم. ولی آپدیت من همه محصولایی که باید رو حذف کردم. از 420 تا محصول رسیدیم به 148 نوع محصول و الان قراره برم قیمتا و عکس‌ها رو تغییر بدم بعد بریم سر بنه. ساعت الان 1:21 است. من دیگه اصلا توانشو ندارم. 3 صفحه مورد از محصولا که درستش کنم و محصولا رو آپدیت کردم شده 137 نوع محصول. خب دوباره تغییر میکنه چون هم بعد یه پکیج بهش اضافه کنم، مثلا کم کنم و اینا بیسیک ترین کار هاست. یعنی من تا هنوز بنر رو درست نکردم، قسمت باکس سورپرایز رو درست نکردم. من یکی از امیدهای زندگیم، یعنی امیدهایی که در طول روز به خاطرش بیدار میشم، این ترشی فلفله. البته برای بدر خیلی تندتره. اگه چیزای تند دوست داره این ماما میا. من واقعا یکی از دلایلی که خیلی کانال کوروش یعنی کانال کومانو دوست دارم اینه که واقعا کسایی که کار آنلاین میکنن بعد از یه جایی به بعد خیلی تغییر میکنن و شاید اون کسایی که قبلا دوستشون داشته باشن دیگه خیلی سلیقه‌شون نباشه ویدیوشون، ولی لعنتی ها همیشه خوبن. اصلا خیلی عجیبه. این چیزی که دارم باشه قهوه. ماگ امروزمون اینه. همه اتفاقای آفیس تو این یه ذره عکسه که من انقدر خوشم اومد رفتم گفتم یه چاپش کنم روی ماگ برم. از امروز وقت ناخونم دارم. امروز قراره یه سایت دیگه هم درست کنیم ولی الان نمیدونم برم بیرون رنگ و اینا بخرم و بشینم سر این کار. آره معلوم نیست که مامونه بریم. چرا معلوم؟ آها خب از 8 میایم پایین منو پایین. وای فوت کن. اول اتوبوس بیشتر میتونستی خیر بدی آخر اتوبوس.
تا حالا ساعت 6 صبح مو رنگ نکرده بودم. باورم نمیشه من 11:44 شروع کردم، 11:52 است و من یک ویدیو برای پیجم گرفتم، چند تا ویدیو برای سایتم. یعنی اینقدر کار کوچیکیه و تو مغزم زیاده. خیلی دوست دارم. الان میخوام برم بنر سایت رو درست کنم و تو بنرش این محتواها رو بذارم. بعد سر کلاسی که عصر دارم دانشگاه ادیت میکنم ویدیو رو. من دوباره ویدیو گرفتم و میخوام ادیتش کنم. من نمیتونم ببینم. من کلاسم رفتم دیگه، رفتم سر سایت. الان میرم وقت نمیشه، باید برم دانشگاه نهارم بگیرم. موهام و روژم و لباسم ستا خوشحالم میکنم. خیلی سایتم قشنگ شد. حالا تا برسم خونه بهتون نشون بدم. بیاین پیشی ببینیم. They talk a lot, yes. باید دیگه تکرار کنیم. میخوام این لحظه تو ذهنم بمونه. تو اسکول اینه که میتونی بگی یا اول فرد. 57 دقیقه رسیدم خونه. الان ساعت 6:04 است. به کلاس برم. من فکر کردم خودشون حتما اگه تو زمین بودن آفساید. باورم نمیشه به جای گو گفتی بنت.